حافظ میگه شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. میدونین که ادبیات ایران در کشور هند نفوذ و عمق بسیار زیادی داره و هنوز در دانشگاه‌های هند زبان فارسی تدریس میشه و خیلی از هندی ها به زبان فارسی به خصوص اشعار کلاسیک ایرانی آشنایی دارند. جناب فرزان کرمانی نژاد که مدرس دانشگاه هستند از ایران در ونکوور در حال حاضر به سر میبرند، در این باره قرار است برای ما صحبت بکنند. خانم و آقایان، جناب فرزان کرمانی نژاد، به افتخار شما. آهی به هوا چتر زد و چرخ برین شد، داغی به غبار علم آسود و زمین شد. بشکست طلسم دل و زد کوس محبت، پاشید غبار نفس و آه حزین شد. نظاره به صورت زد و نیرنگ کمان ریخت، اندیشه به معنی نظری کرد و یقین شد. غفلت چه فسون خواند که در خلوت تحقیق، برگشت نگاه هم ز خود و آینه بین شد. آن آینه که از عرض صفا نیز حیا داشت، تا چشم گشودیم پری خانه چین شد. از عالم حیرانی من هیچ بپرسید، آیینه کمند نگهی بود که چین شد. وقت است که بر بی کسی عشق بگریم، که این شعله ز خار و خس ما خاک نشین شد. در غیب و شهادت من و معشوق همانی، بیدل تو برانی که چنان بود و چنین شد. سلام عرض ادب دارم خدمت همه خانم و آقایون و تشکر که فرصتی شد که خدمت شما برسم و یک عرایضی رو داشته باشم در مورد جلوه‌های از شعر فارسی که شاید یه مقداری کمتر بهش توجه شده. بهانه این عرایضی که میکنم در مورد با شعر فارسی در هند این هست که دیدم تو دنیای مجازی، تو فیسبوک این ور اون ور خیلی بحث قوت گرفته و اخیراً هم چون 30 سپتامبر میدونید روز تولد مولانا است، این بحث تکراری که آیا مولوی ایرانی است، میگن ترک، به اقتضایی که در قونیه وفات یافته. جدیداً افغانی ها هم معتقدن که افغانی است به خاطر که در بلخ به دنیا آمده و چه و چه و چه. و واقعاً به نظرم میاد که خیلی بحث بی‌موردی است. این که ما واقعا بیایم بحث بکنیم بگیم که به خاطر اینکه در یک خط محدود جغرافیایی که ما مرزهای ایران کنونی میشناسیم و برامون هم خیلی هم محترم هست، هر کسی که به دنیا آمده یا هر کسی که زندگی کرده ایرانی است، هر کسی که خارج از این مرزهای فرضی جغرافیایی هست، هر کسی که خارج از این نقشه است ایرانی نیست، یک حرف خیلی بی‌موردی است. من آخرا حتی دیدم که در مورد سعدی کویت یه ادعایی کرده که جز مفاخر فرهنگی ماست به اقتضایی که سعدی چند صباحی هم در کویت بوده یا از اونجا عبور کرده. یه دی برآشفتن خیلی با عصبانیت. اصلا به نظرم هیچ موردی نداره. کویت که سهل، تمام دنیا بایستی سعدی رو به عنوان مفاخرشون اعلام بکنن. بالاخره سعدی رو که با یه منصریش هم نمیشه به عربا چسبون. اما چرا هند؟ برای اینکه در هند و در سرزمین هندوستان ما شاعرای بسیار بسیار تراز اولی داریم و در یک دورانی تمام جریان شعر و ادب و فرهنگ ایران منتقل شد به هندوستان و شاید برای ما که به هر حال اینجا مهاجر هستیم و مهاجرت کردیم به یک سرزمین جدیدی، خوندن و دونستن سرگذشت این افرادی که مهاجرت کردند به یک سرزمین دیگه خالی از لطف نباشه. از دلایل این مهاجرت دست جمعی، یکیش کم اعتنایی پادشاهان صفوی بود. عوامل زیادی بود، نابسامانی‌های اجتماعی، نابسامانی‌های سیاسی، ولی اینقدر این گسترده شد و اینقدر سختی برای شاعران و روشنفکران اون زمان به وجود اومد که خیلی مصادیق زیادی می‌بینیم. مثلا کشور ایران و کشوری بی‌رواج خوندن، گفتن که اینجا
منزل چون قفسه، یا هند رو مأمن هنرمندا دونستن، تا جایی که مثلا میگه نیست در ایران زمین سامان تحصیل کمال، تا نیامد سوی هندوستان حنا رنگین نشد. یا صائب که میگه همچو عزم سفر هند که در هر دل هست، رقص سودای تو در هیچ سری نیست که نیست. واقعا اینطوری بود. یعنی اگر شما به اون تاریخ نگاه بکنید، تمام هنرمندان و شاعران به خصوص یا برای تمام عمر به هند رفتن یا حداقل چند سالی به هند رفتن که این تحصیل کمالی که اینجا صحبت شد رو انجام بدن. یه سبکی به وجود اومد پر از تشبیهات و نازک خیالی ها و مضمون های نو که به هر حال به سبک هندی مشهور هست. همه شما دوستان آشنا هستید. اینجا من نمیخوام به ظرایف و به نکات این اشاره بکنم. ضرب المثل های زیادی هست، داستان های زیادی هست، مثل همین داستانی که آقای دکتر تعریف کردن از مسعود سعد سلمان که به هر حال ایشون هم از شاعران سبک هندی است، در مورد اینکه گفت گاو و اینها و خیلی چیزای دیگه از این نازک خیالی ها و حاضر جوابی ها زیاد هست. من تصمیم گرفتم که به یکی از عوامل این قضیه امشب بسنده بکنم و اون حمایتی است که پادشاهان و سلاطین هند از شعر و ادب فارسی داشتن و موضوع رو به اینجا خلاصه بکنم که خود همین پادشاه ها شاعر بودن و چه اشعاری به زبان فارسی گفتن. خیلی گزیده من از این شاعرها جدا کردم نکاتی رو. از بابر، مؤسس سلسله گورکانیان هند که معروف هست به امپراتوری مغولی هند، همون کسی که این سلسله بزرگ رو که به عنوان آخرین امپراتوری بزرگ اسلامی معروف هست رو بنیان گذاشت در هند. این شعر زیادی باقی مونده. از جمله این میگه دانی کمان ابروی جانان سیه چراست، از گوشه هاش دود دل خلق در پی است. یا میگه نوروز و نوبهار و می و دلبری خوش است، بابر به عشق کوش که عالم دوباره نیست. سلسله پادشاهان بعد از این پادشاهان گورکانی بعد از بابر به همایون میرسه. از همایون مثلا این شعر هست که میگه در دل هوس لعل تو دارم مستم، در سر هوس قد تو دارم پستم، سرگشت دلی به تار زلفت بستم، تا دل به تو بستم ز همه وارستم. این همایون پادشاه هند که دومین پادشاه سلسله گورکانیان بود، برای 15 سال در ایران زندگی کرد. یعنی علیش کودتا کردند برادران و این به ایران پناه آورد که بعد خیلی هم مورد استقبال البته پادشاه صفوی قرار گرفت. شاه طهماسب اون رو چیز کرد. اون مجلس تالار کاخ 40 ستون رو که عکسش رو دیدید، اون مجلس تاج بخشی است که در واقع شاه طهماسب تاجگذاری کرد برای همایون و به اون عظمت اسلافش رو بازگردون. همایون وقتی که داشت به سوی ایران در واقع فرار میکرد و پناهنده میشد، نامه‌ای که به شاه طهماسب نوشت با شعر نوشت و این شعر رو برای شاه طهماسب نوشت خسروا عمری است تا عنقای عالی همتم، قله قاف قناعت را نشیمن کرده است. روزگار سفله گندم نمای جوفروش، طوطی طبع مرا قانع به ارزن کرده است. دشمنم شیر است و عمری پشت با من کرده بود. اون کسی که علیه ایشون به صلاح جنگید و در واقع پیروز شده بود به اسم شاه شیر سوری بود که اینجا اشاره به همون میکنه. میگه دشمنم شیر است و عمری پشت با من کرده بود، حالی از عین عداوت روی بر من کرده است. التماس از شاه این دارم که با من آن کند آنچه با سلمان علی در دشت ارژن کرده است. این هم اشاره است به سلمان و حضرت علی که با توجه به اینکه پادشاهان صفوی خیلی متعصب بودن در شیعه و اینها سنی بودن، یک زرنگی. شاه طهماسب البته جواب همایون رو با شعر داد، منتها نه شعر خودش، با توجه به اینکه هما و همایون و اینا هست، از شعر حافظ مدد جست که گفت همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد.
که بعد همایون هم وقتی که میاد به شاه ایران، به شاه طهماسب میرسه، این شعر رو میگه شاه همه سایه هما میطلبند، بنگر که هما آمده در سایه. از جلال الدین محمد اکبر که به اکبر کبیر معروف هست و واقعا هم پادشاه بزرگی بوده و تمام شبه قاره هند زیر نگینش بود و با اقتدار حکومت میراند و فرهنگ فارسی رو بسیار بسیار رواج داد. یعنی در زمانی که اکبر امپراتور هند بود، به هر حال هم زبان فارسی هم فرهنگ فارسی فرهنگ مسلط بود، تا جایی که مثلا ماه‌های سال رو کرد همین فروردین و اردیبهشت رو تیر خردادی که ما داریم، در صورتی که شما می‌دونید که در خود ایران حتی درسته که تقویم قمری بود ولی برای ماه‌های شمسی هم اسامی فارسی رو به کار نمی‌بردن، همین ثور و جوزا و عقرب و اینها رو به کار می‌بردن، اسامی صور فلکی رو. از اکبر این شعر هست که میگه نیست زنجیر جنون در گردن مجنون زار، عشق دست دوستی در گردنش افکنده است. یا این دو بیتی بسیار زیبا از یک همچین پادشاه قدر قدرتی میگه دوشینه به کوی می فروشان، پیمانه می به زر خریدن، اکنون ز خمار سرگرانم، زر دادم و درد سر خریدم. از جهانگیر فرزند اکبر با ملکه نور جهان، با همسرش این مشاعره هست. از این مشاعره ها زیاده در اشعار شعرای هندی. من امشب گفتم که فقط برای شما از سلاطین اونجا خیلی مختصر دارم عرض میکنم، ولی خب خیلی نکته جالبه که یک پادشاهی با همسرش مشاعره هایی داشته باشن و بعد خیلی جالبه که این مشاعره ها برای ما باقی مونده و خیلی جالبه که اینها رو ما داریم و خود هندی ها دارن و بهش برمیگردن، در صورتی که در خود ایران فرهنگ مسلط ما نه تنها نام همسران پادشاهامون رو نمیدونیم، مثلا ما نمیدونیم همسر شاه عباس اسمش چی بود، همسر شاه طهماسب اسمش چی بود، چه برسه به اینکه بدونیم که مثلا با هم دیگه چه مکاتباتی داشتن، چی میگفتن، چی میشنیدن. بالاخره اونا هم داشتن قربان. یعنی شما فکر نکنید که مثلا دربار مغولان هند یه دونه زن داشتن، یه دونه زن محبوب داشتن، ولی به واقع خیلی عجیب هست این فرهنگ زنان. ما از زنان پادشاهان خودمون یه مختصری فقط در مورد گوهرشاد آقا داریم، اونم خیلی مختصر، از بقیه چیز خاصی نیست. جهانگیر به ملکه نور جهان همسرش میگه بلبل نیم که نعره کنم درد سر دهم، پروانه‌ام که سوزم و دم بر نیاورم. نور جهان پاسخ میده پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم، شمعم که جمله سوزم و دم بر نیاورم. همچنین میگم یک بار جهانگیر وقتی که ماه نو عید رو میبینه، مثل همین امشب که یک پدیده خیلی زیبا از ماه هست که حتما دیدید یا میرید میبینید، جهانگیر این مصرع رو میگه هلال عید بر اوج فلک هویدا شد. ملکه نور جهان فی البداهه میگه کلید میکده گم گشته بود پیدا شد. شاه جهان فرزند جهانگیر، همون کسی که بنای با شکوه تاج محل رو به یادبود همسرش ساخت و البته من اشتباه کردم گفتم بنای تاج محل، چون واقعا نمیشه اون رو یک بنا و یک ساختمون دونست، یک مجسمه است، یک مجسمه مرمرین عظیم با موضوع عشق که پس از مرگ همسرش اون رو یاد همسرش ساخت. با همون ممتاز کردن موقعی که به رود جمنا داشت نگاه میکرد گفت آب از هوای روی تو می آید از فرسنگ ها. ممتاز محل جواب داد و از هیبت شاه جهان سر می زند بر سنگ ها. فرزند شاه جهان شاهزاده محمد داراشکوه که بسیار بسیار مرد فاضلی بود، شعر بسیار اشعار این بیتش رو من خدمتتون عرض میکنم. میگه خاطر نقاش در تصویر حسنش جمع بود، چون به زلف او رسید آخر پریشانی کشید. یا میگه سلطنت سهل است خود را آشنای فکر کن، قطره تا دریا تواند شد چرا گوهر شود. ببینید واقعا یک پادشاه قدر قدرتی که شما اگر تشریف برید کشمیر
اون کاخش رو ببینید که چه کاخ پر عظمتی داشت که در ایران ما همچین چیزی از هیچ کدوم از سلسله هامون باقی نمونده، اون بیاد یه همچین شعری بگه سلطنت سهل است خود را آشنای فکر کن، قطره تا دریا تواند شد چرا گوهر شود. زیبالنسا دختر بزرگ اورنگزیب که البته میدونید اورنگزیب تنها پادشاه مذهبی و سختگیر در میان پادشاهان گورکانی هند بود و شاید هم همین باعث شد که سلسله گورکانی‌ها به بنبست برسه و رو به اضمحلال بره به تدریج. ولی باز هم جالبه که حتی این شاه متعصب هم دختری داشته که با اینقدر با ادب و شعر و فرهنگ آشناست و اینقدر تربیت داشته و ازش اینها باقی مونده. میگن یک روزی ندیمه زیبالنسا یک آینه نفیسی رو که برای ایشون آورده بودن ناگهان از دستش میفته، میشکنه و خیلی برافروخته میشه و ناراحت میشه. زیبالنسا ازش میپرسه که چرا ناراحتی؟ برای چی ناراحتی؟ میگه از قضا آینه چینی شکست. جوابش میده خوب شد، اسباب خودبینی شکست. بالاخره آینه اسباب خودبینی است. یا میگن یک روزی زیبالنسا در باغ میرفت تفرج کنان، بسیار هوای مفرح و خوبی بود و فضای دلکشی، خیالش به پرواز در میاد، شروع میکنه به شعر گفتن و با آواز خوش خوندن که 4 چیز است که دل میبرد، کدام 4؟ شراب و سبزه و آب روان و روی نگار. همین موقع متوجه میشه پدرش اورنگزیب داره نزدیک میشه و خب به هر حال میگن پدرش هم متعصب بود و اینها. بلافاصله آوازو قطع نمیکنه، تغییرش میده، میگه 4 چیز است که دل میبرد، کدام 4؟ نماز و روزه و تسبیح و استغفار. از این حال زیاد متاسفانه وقت کم، من با بخشی از غزل همین شاهدخت زیبالنسا متخلص به مخفی مطالبم به پایان میبرم و واقعا اگر شما فرصتی داشته باشید اشعار این بانو رو بخونید میبینید که چقدر زیبا و ظریف سروده اشعاری رو. میگه از شعله‌های آه مرا خانه روشن است، روشن مکن چراغ که کاشانه روشن است. نازم به فیض باده که شب‌های تیره دلها ز عکس ساغر و پیمانه روشن است. خواهی چراغ باشد و خواهی نه، در چمن گلها ز عکس نرگس مستانه روشن است. افشای راز من مکن ای اشک زینهار، دردم به پیش محرم و بیگانه روشن است. تا آفتاب حسن به عالم طلوع کرد، مخفی چراغ عاقل و دیوانه روشن است. سپاسگزارم.